نه در وقت شفیع الامین این وقت میگه این حالت نه در وقت شفیع الامین بود. نه در وقتی که خادیستای عزیز ما در وقت جناب آقای کارمل بزرگ ایران با بزرگواران یا یک کسی اینجا از دوست خوب مازگون میگه شادروان از این تلویزیون شادروان از تلویزیون بار آدم خوب است. همین آقا وقتی که میگه که برف بام خود از سر همین مندازه این اشتباه غلط است، این خودخواهی هست. ما میگیم که اعتراف بکنن که ما هم اشتباه کردیم، امین هم اشتباه کرده، ترکی هم اشتباه کرده، اعضایش باید کسایی که زنده موندن او اشتباهات خود تکرار نکنند اگر زنده هستند. او دایر اگر میخوان پیش ببرند و اگر نه که چوب هستند چوب باشد. من خود مشوره به این گروهایی است که بهترین راه برای از اینا خاموشی هست. ظاهر نشدن، این ظاهر میشن از جناب خود تبریک میکنه، او را توهین میکنه، بازو با یک نکتای دور از شما که من رو بسته نکردم بردار خود میگه دا پرچمای چه داره خبیث انسان و دا کارمل چه و کارمل و که ما میگم دفعه میگیم. حتی در برنامه شما که داست فیلسوف شما داشتین پروفسور آقای سمسور شما گفتین نام برین من میبرم در روزهای اول گفت که پدر من میگه جنرال میگفت که در زیر سپایده حاله در زیر دول اونمو پرچمی ها هایی که برنامه دارن در زیر دمی سمسور میرخصن. من اینتو نمیکنم، من اینتو نمیکنم، حتی نمیکنم، این کار نمیکنم. میگه پلار به منطویلش در زیر سپایده در واقع اما حال میرخصن دمی دور زیر سپایده مذرد میخوایی من نگفتیم من نمیگیم چمیل خلقی ها بشنان شرف داره انسان هستن ولی اشتباهیش برشان یک باید میگیم هر کس اکرات میکنه دادر میکنه. همین سوال ما باش یک دقیقه دیگه اشتباه کرده اعضایش باید کسایی که زنده موندن او اشتباهات خود تکرار نکنن اگر زنده هستن. او دایر اگر میخوان پیش ببرن و اگر نه که چوب هستن چوب باشد. من خود مشوره به این گروهایی است که بهترین راه برای از اینا خاموشی هست. ظاهر نشدن، این ظاهر میشن از جناب خود تبریک میکنه، او را توهین میکنه، بازو با یک نکتای دور از شما که من رو بسته نکردم بردار خود میگه دا پرچمای چه داره خبیث انسان و دا کارمل چه و کارمل و که ما میگم دفعه میگیم. حتی در برنامه شما که داست فیلسوف شما داشتین پروفسور آقای سمسور شما گفتین نام برین من میبرم در روزهای اول گفت که پدر من میگه جنرال میگفت که در زیر سپایده حاله در زیر دول اونمو پرچمی ها هایی که برنامه دارن در زیر دمی سمسور میرخصن. من اینتو نمیکنم، من اینتو نمیکنم، حتی نمیکنم، این کار نمیکنم. میگه پلار به منطویلش در زیر سپایده اما حال خانم سوره اینجا خود فرمزد این میره به دار آوی دیگه من این احترامات این پایلوچ و شما گفتم این جرأت داشتم نه چطور در غیاب شما گپ بزنم در حالی که زبان دراز دارم منطقام دارم و او گپ شما بسیار زیاد لارجم کردیم جایی را نگرم. گفتم که غیر از شما غیر از انسان ها 4 تا پایلوچ خندانی میتونه این وطن طالب است که منظور من بود. یعنی ما در مقابل شما هر گپی که زدیم با خود شما گفتیم خیره ما در خود شما خیره ما به خود از این آدم میگیم شما نگویید ما یک جدی نمیگه خوب مهربانی بله مهربانی کنید سلام با محترم مهربانی کنید بسیار خلاص اول جناب وتکی سیبی نام خود خیرالله بگوی یا نام خود امان کیوان بگوی خودم میزنی خیرالله بگوی ولی بینام نبیه نوردین بگوی ولی بینام نبیه
و بعد از اون من هم سرش میمانم. خودم میزنین شما. ما همیشه که دیدیم شما میگین که مرغ ما یک لنگ داره. او تکیسه. ما میگیم نام بگیره ولو غلط. یک واقعی قبول کو. همین چرا دوام میکنه که کسی نامش غلط باشه و شما رو نشناسید. هیچ نام نگیره. او به شرفش تعلق می داشته باشد که شرف خود از خود زیر پا کرده نام خود غلط گفته. در غیر از او مرا وارد بگویم مولوی قاری محمد امان کمونیست نه مسلمان همچو اشرار بیدین دین فروش و نه کمونیست وطن فروشه که کارمند صاحب روسا را آورد. اینی تو آدم گپ میزنه. اینی را که آدم تحلیل میکنه. اینی را که آدم ایمان. به نظر شما کارمند وطن فروش بود؟ نه. وی بیشتر گفت چی؟ فکر نکنم که سلام علیکم. و علیکم السلام. باش که من هستم. عزیز که دیروز قرآن زیر پا میکردی شب بر تو و پرچمی که حال امروز به این کلاه سفید پوشیدی میگی ختمش. این با جواب ما بود. این فکر نمیکنید یک چیز خاص مانده باشه؟ چیز زیاد مونده. من یک آرزو دارم که اگر دیگه وقت نباشم مهم نیست. من شوق تصویر و تصویربازی در تلویزیون ها ندارم. من میخوایم برسونم. اگر میاین لطفا یکی سوال مشخص بگوین آنطوری که شما میگفتین همیشه ولی امروز نگفتین. خیر به عوض شما گفتم. دومی که نام او تکی سید عزیز بسیار مهم است که یک آدم بگوید که من نوم نه مگر یک کسی نام خود خیرالله بگوید یا نام خود امان کیوان بگوید و آدم باز گپ خودم میزنی. خیرالله بگوید ولی نمیگم. من مسئولیت دیگه را نگرفتیم. من میگم که من امان کیوان یک معادل اشراف این امان عجیب و غریب منشر مسپاره تلویزیون بهار احترامشان ندارم. بازی آقا میگه که هر کاری که کرد اولاد خودم کرد. او شعر است. من میگم که بله هر کاری که کردین شما خودتان کردین. این یک گپ جانه. او تکیسه ما شما خوب برابر شدیم. نوبت من عرش جان یک لحظه باش. عرش جان گپی چی خلاص و خیره. عرش جان است اینجا. مهربانی عرش. زنده باشید. اولا از نگاه مارکسیسم مادیگرایی فقط راجع به مسائل این دنیا مطرح میکنه. مارکسیسم و مادیگرا اتومات ناباور و ملحد میباشد. کسی که خود مارکسیست میگوید باید من قبول کنه که خدا نیست. و لنینیزم میگه که آزادی بیان وزارت و پیشرفت و لنینیزم باور داره به کودتایی و پلیس مخفی و مردم از زندان بردن و اعدام کردن. پس کسی که مارکسیست لنینیست است اهداف ایدئولوژی مادیگرایی دارد و در راه حاضر است بکشد، دروغ بگوید، فریب بده، بازی بده. نیست که افغان‌ها به هیچ ایدئولوژی برابر نیستند. مجرد که سوسی که شوروی دیگه هیچ کس از مارکسیسم لنینیسم طرفداری نمیکردن. اول نجیب رفت نماد خواندن شروع کرد. شما میتونید بگویید که چرا خلقی و پرچمی ها اینقدر سست هستند که کمونیستان کشور دیگه نیستند که وزیر بگوید که ملحد هستند و خدا ناباور. این سوال تشکر. میگه سوال جواب بدیم. نه همین سوال یک دقیقه خیر است. شما تو مقدر میکنید. برنامه آرش عزیز من به شما احترام بگذارم. سلام قبول کنید. من صحبت‌های شما را یکم دفعه میشنوم یکم اکثر میشنوم در پروگرام. بسیار قاطع گپ میزنید. بسیار مشخص گپ میزنید با موضوعی. شکر شما. برای شما اینطور جواب میدم آرش عزیز که من مسئولیت دیگه را نمیگیرم. من مسئولیت دیگه را نگرفتیم. من میگم که من امان کیوان یک مادی پرست هستم. به اصطلاح ماتریالیست هستم. کمونیسم، سوسیالیسم باز آخرین مرحلهش ماتریالیسم است. ماتریالیسم یعنی مادر تریالیسم. مادر میپرستم. من به روح ایمان ندارم. من به آن چیزی که میگن باور ندارم. حالا خب جواب سوال آمد. شما درست گفتین، شما درست فرمودین.
این گپ معدنی خاطر گریه میکنم که او خلقی عزیز که دیروز قرآن زیر پا میکردی شرم بر تو پرچمی که حال امروز به این کلاه سفید پوشیدی میگی ختم صلاتون تنجینا میکنی ننگ بر تو. این گپ. یک گپ دیگر من مخالف هستم آرش عزیز که دروغ گفتن اگر کس کمونست باشن دروغ نگفتن نمیگه و قتل و قتال در اونجا در برابر دشمن طبقاتی هیچ وقت قتل نشده. من اگر دشمن طبقاتی ما که متاسفانه نتانستم ای کاش که دشمن های طبقاتی خودم میگفتن که ممنون اینی کشت و خون دشمن خود هیچ کس زیر سر نگاه نمیکنه. آرش عزیز هیچ کس نکده. پیغمبر اسلام صلی الله علیه و سلم عمر علی هیچ کدامش با دشمن های خود سازش نمیکنه. I think that's enough. برنامه این است. نماز